شوگون یا شوگان جدیدترین سریال نتفلیکس با امتیاز بالای 99 از راتن. اگر میخواید با فرهنگ ژاپن و سامورایی آشنا بشید و یک رقابت و بازی تاج و تخت جدید با شمایلی نزدیک به واقعیت رو تماشا کنید، سریال شوگون رو از دست ندید. اینکه چرا این سریال اونقدر ترند و محبوب شده و چه ویژگی‌های تاریخی، تکنیکی و هنری رو به نمایش میذاره رو در انتهای ویدیو میگم. پس تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. سریال شوگون اقتباسی از رمان جیمز کلاول که در سال 1975 نوشته شده. در این رمان دو شخصیت اصلی سریال ما یعنی لرد توروناگا و جان بلکتون به نام‌های توکوگاوا و ویلیام آدامز شناخته میشن. ژاپن در قرن 16 میلادی توسط پرتغالی‌های کاتولیک یک نوع سلطه فرهنگی مذهبی پیدا کرده. جنگ قدرت در شورای حاکم و 5 عضو این شورا شکل گرفته. رقابت اصلی بین لرد توروناگا و لرد ایشیدو هست. پرتغالی ها با ترویج مسیحیت کاتولیک در بین طبقه فقیر و پایین جامعه و نفوذ در بین اشراف و برخی اعضای شورا قصد تصرف و به نوعی استثمار ژاپن رو دارند. در این بین جان بلک‌نورد یک ملوان انگلیسی که در داستان بیشتر اون رو به عنوان یک دزد دریایی معرفی میکنن به ژاپن میرسه. در اونجا ابتدا پرتغالی ها که در جنگ تمدنی خارج از ژاپن با انگلیسی ها هستن قصد کشتن و نابودی اون رو دارن. اما جان با شکستن صلیب مترجم پرتغالی داستان رو وارد یک مرحله جدیدی میکنه و اونجاست که ژاپنی ها میفهمن که مسیحیت فقط کاتولیک نیست و شاخه دیگه‌ای به غیر از اون یعنی پروتستان هم هست. جان با کشیدن نقشه‌ای بر روی شن دنیای بیرون از ژاپن و بزرگی اون و جنگ قدرت‌ها در خارج از اون رو به نمایش میذاره و یک جورایی چش و گوش ژاپنی‌ها رو باز میکنه. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید ممنون میشم ویدیو رو لایک. شوگون اسطوره فرهنگ ژاپن یعنی اندیشه و نگاه اونها نسبت به مرگ در قالب خودکشی و زندگی زنانی که تابع بیچون و چرای مردان هستن رو به زیبایی به نمایش میذاره. زنان کمترین اراده در برابر مردان دارن. شخصیت ماریکو زن با استعدادی که یکی از معدود زنان سریال شوگون هست که کمی اراده و کنش رو در برابر دنیای مردان به نمایش میذاره. شخصیت کاریکاتوری و مضحک یابوشیگه تمثیل خوبی از نگاه به مرگ و خودکشی در ژاپن هست. اون هر زمان که در داستان احساس مرگ میکنه به استقبالش میره و وصیت‌نامه‌ش رو مینویسه. اما در این حال که امید به آینده داره و به دنبال توسعه زندگی خانواده‌اش و قوم و قبیله‌اش هست به هر ریسمان قدرتی هم چنگ میزنه. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید نظرتون رو در مورد سریال شوگون در کامنت ها برای ما بنویسید. جان بلکتون در مواجهه با این فرهنگ عجیب و غریب که هر لحظهش بوی مرگ و نیستی میده باید اعتبار خودشو به توروناگا و اطرافیانش نشون بده تا بتونه از قدرت پرتغالی ها در ژاپن کم کنه و بتونه انگلیس رو جایگزین اونها کنه. جان در مقابل زنانی که به عنوان همسر و همبالین به اون پیشنهاد میکنن مقاومت میکنه و این شرایط فرهنگی و پذیرش یک وضعیت مضحک رو ایجاد میکنه. پیشنهاد زنان مثل یک سرپوش و یا وقفه برای موندگار کردن جان در وضعیت جنگی و استفاده از تجربیات اون هست. اسم سریال ترکیبی از دو کلمه شو به معنای امیر و گون به معنی سپاه هست که میتونیم تعبیر فرمانده سپاه از اون کنیم. شوگون شخصیتی که وحدت بخش به جامعه ژاپن است
شکست دهنده تفرقه و کنار هم قرار دادن تمام قبایل. شخصیت شوگون همتراز با امپراتوره و قدرتمندترین شخصیت در ژاپن هم به شمار میره. سال 1980 اولین اقتباس تلویزیونی از رمان شوگون با هنرنمایی توشیرو میفونه در قالب یک مینی سریال 5 قسمت پخش شد. از نمونه‌های مشابه این سریال میتونیم به آخرین سامورایی ساخته ادوارد رویک با بازی تام کروز نام ببریم که از رمان ویلیام آدامز الهام گرفته شده و همچنین انیمیشن چشمابی. این سریال در 10 اپیزود توسط شرکت افیکس ساخته شده و از مدیوم هولو و دیزنی منتشر شده. فعلا هم خبری از تمدید سریال نیست. اکثر منتقدان به شباهت این سریال به سریال بازی تاج و تخت اشاره کردند و این سریال رو ترکیبی از عشق، اکشن و بازی‌های سیاسی دونستند. امتیاز این سریال در سایت IMDb 9.3، در متا 84 و راتن 100 هست و نشان از کیفیت بالا و محبوبیت این سریال داره. به طور کلی صحبت از فرهنگ‌های فراموش شده تمدن‌های گذشته جذابیت و مخاطب بالایی داره. این فرهنگ تخیلی باشه چه برآمده از دل تاریخ و منابع فرهنگی باشه. سریال هایی مثل وایکینگ، بازی تاج و تخت یا همین شوگون که به جذابیت ها و فرهنگ های گم شده و مفقود شده میپردازند و به زیبایی با روایت ها و تکنیک های بصری و زیبایی شناسی به تصویر کشیده میشن. بازی های باورپذیر زنها در این سریال یکی از نقاط قوت هست. در کنارش جهان سرد و تیره و تار حاکم بر ژاپن اون دوران و همچنین جدال مذهب و قدرت از نقاط مثبت دیگه این سریال میتونیم نام ببریم. احساس میکنم در آینده فیلم ها و سریال های تاریخی زیاد دیگه‌ای هم از فرهنگ های کشورهای دیگه با استقبال از سریال شوگون خواهیم دید. به شخصه با دیدن این فیلم اطلاعات و سواد فرهنگیم نسبت به کشور و فرهنگ ژاپن بالا رفت. هر فیلم و سریالی میتونه مثل یک کتاب عمق و آگاهی به ما بده. امیدوارم از این نوع از سریال ها بیشتر ساخته بشه و تا حد ممکن به واقعیت ها و فرهنگ پایبند و بدون تحریف تا جای ممکن روایت بشه. در پایان این ویدیو ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. اگر فیلم و سریالی دیدید و نظر مثبتی نسبت بهش داشتید در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.